ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи романи сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми сеюми романи сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгон оғоз менамоем. ҳоло гуфтори панҷумро аз рӯи ин роман бишнавед. рови Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми 4. ساعت 11 شده است، گفت خمیازه کشیده. افسوس که هم وقتی به خانه آمدن شوهری تو و هم وقتی از خانه برآمدن من رسیده است. نباشد چی؟ گفت خود را قصداً به نادانی زده زنک. نباشد در را از درون زنجیر می کردیم. بلا تگیرم خودت از 1000 دختر نغز. من این نادان گاه همین را فراموش می کنم. خیر، به خانه ات رو، به من خوراک لازم نی، دیر می گردم. کی می بید؟ بی وقت، پگاه بیا. زنک گپ نزد و سرش را خم کرده بیرون برآمد. نظامی‌الدین زود جامه را کشیده کرته سفید را پوشید و به گریبان آخری آن شپلک سیاه کلان برین بنتیک را گذرانید. به چشم عینک، به سر تیلپک و به تن کاستیومی ماهوتی آبی رنگ را پوشیده بیرون برآمد. در یکی از روزهای نیمه اپریل، وقتی قیام آفتاب، از راه کلان سنگ فرش فایتونی 2 اسبه کلان به نزد مدرسه کلابات آمده ایستاد. نظامی‌الدین افندی در چشم عینکی کبوتچه رنگ، در دست عصای سبوک، در تن همان کاستیومی بزیب و ماهوتی آبی رنگ، در پا موزه خرامی یلدراسی از فایتون به راه کلان پیاده شد و به فایتونچی چیزی گفت و آن را اجازت داد که رود و خودش سربلندانه راه کشته از زینه ها بروی صحن مدرسه برآمد. در صحن مدرسه کسی نبود، فقط در زیر پیشتاخ آن یک مردی ملا بچه‌نما کتاب دیده می نشست. نظامی‌الدین به قفا برگشته از بالا کوچه کلان را از نظر گذرانید. روندگان کم بودند. در رو بروی صحن مدرسه حوض گذری کلابات واقع شده بود که در آنجا مشکاب ها آب می گرفتند و در زیر سایه درختی توتی کلان 2-3 نفر صحبت کرده می نشستند. نظامی‌الدین خوب دقت کرده شخصانی در لب حوض نشسته را نشناخت. چه آدمانی بیکار و احمقند که در همین نیمروزی در سری حوض میشینند. می گفت به دلش در اینجا آدمانی چیکه نباید باشند. آنها چه خبر دارند که روز جمعه در همین وقت من به اینجا می آیم؟ اگر باشند هم باکی نیست. من ناظر کارهای داخلی هستم و اینجا بی مقصد نآمدم. حاضر از این ملا بچه پرسیده متولی مدرسه را یافتن لازم، مدرسه را حجره های آن را از نظر گذرانیدن لازم. نظامی‌الدین به مردی کتابخوان نزدیک شد. برادر، شما در همین مدرسه استقامت دارید؟ مردک از کتاب سر برداشت و گفت ها، در همین مدرسه. متولی این مدرسه در کجا باشد؟ نمیدانم، در حولیش بودگی است. حولی متولی در کجا؟ در پسی مدرسه. انا به آن کوچه رفته پرسید، به شما درک میدهم. این گپ به نظامی‌الدین معقول شد، زیرا که خودش هم به همان کوچه باید رود بود
و این نقص شد که در نظر بیننده گویا به جستجوی حوری متولی می رود. در این مدرسه آدم بسیار است؟ نه، ما 5 نفر ملا بچه های کولابی مانده ایم. هوا گرمتر شود می رویم. کجا می روید؟ به ملکمان می رویم. در ملکت باسمچی می شوی؟ گفت به دلش نظام الدین و ملا بچه را به حالش گذاشته به درون مدرسه در آمد. مدرسه کلابات یکی از مدرسه های خیلی کلان و خیلی قدیمی شهر بخارا بود. صحن پیشی در آمدی آن از کوچه به قدری 3 گز بلند وسیع و با سنگی کوه و مرمر استحکام یافته بود. پیشتاقی بلندش نقش و نگارین، حجره هایش نسبت به دیگر مدرسه ها کلانتر و به هواتر بودند. تمامی مدرسه 2 قبطه ساخته شده بود. در این مدرسه حجره گرفته درس خواندن پیشتر به هر کس میسر نمی شد. همه حجره های آن به نرخ کلان داده می شدند و به آشنابازی و به خرج زیاد ملا بچه‌ای به آنجا قدم مانده نمی توانست. اما حالا اکثریت حجره های آن بی کس مانده بودند. نظام الدین به حولی مدرسه در آمده کمی به در و بام آن نگاه کرد و به قفا برگشت. در بیرون در صوفه زیر پیشتاق همان ملا بچه نشسته کتاب می دید و دیگر کسی نبود. نظام الدین از نزد ملا بچه گذشته ایستاده گفت که به نزد متولی می رود و به طرف راست برگشته از زینه دیگر به کوچه پس مدرسه فرامد. در این کوچه نه چندان کلان 3-4 نفر بچه های خردسال بجل بازی می کردند. نظام الدین از نزد آنها به سرعت گذشته به آخر کوچه رسید و آهسته به قفایش نگاه کرد که آیا کسی او را تعقیب می کند یا نه. خیریت که کسی نمی نمود. و زود به پس کوچه دیگر برگشت و نفسی آسوده‌ای کشید. پنهانکاری آسان نی، خوفی مرگ دارد. این کار را میدانستگی ها کنند. همین که به این کار آدمانی کم تجربه و ناهوشیار همراه شدند، الحذر تهدید خوف 100 چندان می شود. چطوری که حاضر کی نمیداند که برای پنهانکاری شب بهتر است. هرچند که دشمن هم در شب هوشیارتر می شود، لیکن پرده سیاه شب هر چیز را زود پنهان می کند. روزانه جیغ زده شدن صحبت پنهانی خوب نی. کس چی می داند که این ملا بچه با کدام مقصد در صحن مدرسه نشسته کتاب می خواند؟ به حجره در آمده آسوده نشسته کتاب خواند نمی شود. پس در اینجا بی مقصد ننشستگی است. خدا می داند این بچه ها چرا محض در همین کوچه بازی کرده ایستاده باشند. وقتی خوراک پیشینی هیچ کدام پدر و مادر اجازت نمی دهد که فرزندش در کوچه باشد. خیریت که این پس کوچه از آدم خالی، حاضر باز یک کوچه دیگر و بعد سومنک فروش باید پیدا شود. در بهاران در کوچه های بخارا گشتن سومنک فروش عجابتی ندارد. اما این سومنک فروش گویا مانده شده بود که بروی صوفه نزد دروازه می نشست و پینک می رفت. لیکن چشمانی نیم پوشیوی هر دو طرفی کوچه را با دقت می نگریست و نبودن آدم، نبودن خریدار عین مدعای وی بود. سومنک فروش خیلی نشست، نهایت دلش تنگی کرد مگر که خمیازه کشید و از جا برخاست. در همین وقت از خمگشت کوچه نظام الدین نمودار شد که یکی و تنها آسوده قدم مانده می آمد. سومنک فروش او را دیده لگند سومنک را به سر برداشت و
منتظر شد تا که نزدیک رسید. سوملکی نغز، گفت وی با آوازی پست. مرحمت. کاسه دارید؟ پرسید نظام الدین. حاضر می یابیم، گفت سوملک فروش و پیش در آمد. نظام الدین تبسمی کرد و از قفای سوملک فروش رفتن گرفت. این نغمه بد نه، گفت وی به دلش، لیکن در کوچه بی آدم خوب است. اگر یک دو نفر آدمانی شبهناک می بودند چی می کردیم؟ مگر من بر این آدمی کلان شونده از پسی سوملک فروش می رفتم؟ مگر من به کاسه سوملک فروش محتاجم؟ نه، این کارها همه از بی تجربگی، همه از نادانی. بعد از این دانسته کار کردن لازم، هر احتمال را در نظر داشتن لازم. آنها پس از کمی راه رفتن به تنگکوچه برگشتند. در اینجا سوملک فروش با آوازی مهین خود 3 بار بوی بهار از سوملک، خوردن به باب است سوملک گفته اشوله خواند و به نظام الدین راه داده خودش به کوچه دیگر گشته رفت. وقتی که نظام الدین به آخری تنگکوچه به نزد دروازه کلان 2 طبقه رسید، کسی از درون سلفه کرد و آن را گشاد. در رو بروی نظام الدین مردی کوسه غلچه که در تنش کمزوری دراز و در سرش کله پوشی عراقی چقوری پوشیده بود راست می ایستاد. سلام ناظر افندی، گفت وی با تبسم به نظام الدین مراجعت کرده. مرحمت. سلام، گفت نظام الدین و زود به درون دروازه در آمده با اشاره فرمود که آن را پوشاند و گفت هنوز هم هوشیار نیستید، گرچند که لقبتان هوشیار. به چی نام خوری با آوازی بلند ناظر افندی میگویی؟ مگر نفهمیدید که دیوار موش دارد، موشها گوشت دارد؟ کوچه از آدم خالی بود ناظر افندی. شما از کجا میدانید؟ سوملک فروش همان بیدرک آواز نمی برآورد، مادامی که به درون هر یک دروازه آدم بودنش و پاییده استادنش ممکن. نه، همسایه های ما همه از آن خودی، آدمانی معلوم. به هر حال هوشیار شوید، در کوچه فقط اشارت. کنی پیش درآیی؟ خوش. کوسه پیش در آمد و به واسطه دالانی تاریک و درازی به نظام الدین رهنمون شده بروی حولی خیشت فرش برآورد. سوملک فروشتان چه خیل آدم؟ باز پرسید نظام الدین. سوملک فروش آدمی پخته و صادق، حاضر لگندش را مانده برمی گردد و در تک دروازه نگهبانی می کند. به هر حال خودتان هوشیار استید، تأکید کرد نظام الدین. بسیار خوب، گفت کوسه و پیش رفت. آنها از حولی بیرون که فقط 2 خانه داشت و چندان کلان نبود گذشته به راهروی حولی درون در آمدند. راهرو یک تاب خورده بروی حولی کلان که ته صوفه و بالا صوفه داشت می برآمد. در آشخانه و خانه پایانی آن حولی جنب و جول کرده گشتن زنها را دیدن ممکن بود. مردی کوسکی پیش نظام الدین راه نشان داده می رفت، سلفه‌ای بلندی کرد و به زنها آگاهی داد که پنهان شوند. زنها که گویا به این کار و وضعیت عادت کرده بودند یا که تعلیم داده شده بودند، با آمدن مردها چندان اهمیت نداده به کارشان مشغول ماندند. نظام الدین بوالهوس با وجود داشتن چشمهای تیزبین روی زنها را دیدن نتوانست. با بهانه از کیسه رومالچه اش را گرفتن به این طرف و به آن طرف نگاه کرد، فایده نبخشید و مجبور شد که از قفای کوسه
به خانه کلانی روی صوفه رفته درآید. در دهلیز آن خانه نظام الدین را مردی قد بلندی خوش‌سر و لباس با تعارفات دوستانه و کشاده‌رویی پیشواز گرفت. این مرد صاحب حولی غلام جان مخصوم بود که به سر سلچه‌ای بزیبی سفید، به تن کمزوری درازی چیسوچه‌ای نباتی رنگ و از بالای آن جامه‌ی ابره استری علاچه‌ی قرشیگی، به پا کفش موزه‌ی امریکایی داشت. چشمانی کلانی سرخ چتابش گویا که آدم کشته باشد، از زیر ابروانی سیاه و براقش با مهربانی به کس نگرند هم دل رمنده بودند. ریش و موی لبی به اندامی خراطی کرده شدهش که سیاه بود، برنگی گندمگونش همنشین و عموماً از افت و اندام و لباس پوشیش نموده می ایستاد که و یکی از مخصوم جانهای جدید مآب و خوشمعیشت است. مرحمت گفت وی به نظام الدین، خوش آمدید، بیایید، چشممان به راه شما بود. مگر همه آمدند؟ پرسید نظام الدین واخوردی کرده ایستاده. بله، گفت غلام جان مخصوم، همه آمدگی. داماد خواجه هم. من به وقت ماندیم دیه، باکی نیست، مرحمت. آنها به خانه در آمدند. آن خانه کلانی 13 بالار یکی از خانه های به طور کلاسیکی آرا داده شده و گل و گلبوری کرده شده شهر بخارا بود. و ساختن و آرایش آن بهترین معماران و هنرمندان بخارا مهنت کرده همه مهارت و صنعت خود را برای زیب و زینت آن خانه صرف کرده بودند. سقف خانه تخت مربعی نقشین نباشد هم 1000 بار از آن بهتر، از آن نازکتر و از آن زیباتر بود. به هر بالار، به هر وسه هزارها نقش و گل پرتافته، به هر کدام علاهیده مهارت به کار برده بودند. رنگی چوب دیگر نشده بود، لیکن چنان چوب شده بود که از همه جایش نزاکت میریخت. حلی طلا را به کار برده بودند، لیکن به جایش شینم کرده دلربا کرده بودند. در پیشگاه در دو طرفی دری مدان تاق و تاقچه های پنجره گلچین را رنگین ساخته بودند. در هر کدامی آن تاق و تاقچه ها برنگش مناسب کرده چیزی، پیاله، کاسه، چاینیک، گلدانی و ها کذا گذاشته بودند. دیوارها به اصول لوح کتاب‌های زرنگار منقش، پای دیوارها سفته برنگی بهار سبزگون رنگ کرده شده. 3 تیریزه کلانی آن خانه نیز از تیریزه های قدیمی ساخت بوده، با شیشه های سبز و کبود و پیستاقی و یشم آرا داده شده بودند. یک قالین خوش آب و رنگی قزیل عیاق تمامی فرش خانه را گرفته، به گرداگرد آن دور خانه ها و کورپه و کورپچه های شاهی و مخمل و ستین پرتافته بودند. به میان جا یک میز خان تخته از چوب چنار و کندکاری کرده شده گذاشته شده بود. نظام الدین و غلام جان مخصوم به خانه در آمدند. در آن 3 نفر نشسته بودند. در پیشگاه مردی میان سین که به سپاهیانی پیشتره مانند کرده شلغمی سله بسته بود و گرفت و گیرش هم به همانها مانند بود می نشست. و داماد امیر آریم خان عبدالرحمن خان بود. باعث حبس نشودنش و در بخارای انقلابی آزادانه سیر کرده گشتنی وی همین بود که او گویا به جدیدان به گروه راست آنها طرفداری می کرد و مناسبتی داشت. بنابران بود که حالا وی در این خانه یکی از جدیدان گروهی راست در خانه غلام جان مخصوم
صدرنشین گشته است. آن دو نفر دیگر، یکی از آدمان نزدیک سفارتخانه دولت خارجی، دیگری یک دوست قرینی غلامجان مخصوم بودند. احباب با نظام الدین گرم و جوشان واخوری و پرس و پاس کردند. نظام الدین پیش از نشستن فرمود که پرده های شاهی را که نیمه نیمه برداشته شده بودند تمام بروی تریزه ها پرتایند. خانه خلوت کردن همین خیل می شود، گفت خندیده نظام الدین. بله بله، گفت غلامجان او را دستگیری کرده، سخن را به پرده گفتن لازم است. ما سیاستمدار نیدیه، گفت عبدالرحمن خان، ساده و تغری نازکی های کار را نمی دانیم، به حضور پرده ها را بالا زده شیشتی. نه داماد خواجه، گفت نظام الدین در حال، این از بی تجربگی است، به سرت آن هنوز کار نافتاده است و الهی نافتد. ای افندی، به شما چی گویم، گفت آه کشیده داماد خواجه، از این زیاد باز چی می افتید؟ مال و ملک رود، دولت رود، حاکمیت رود، قدر و قیمت رود، باز دیگر چی می ماند؟ رفتنی هر کدامی این آمدنی یک بلا را به سری کس خبر می دهد. خیر، این گپ ها را مانده استیم، از شما گپ پرسیم، چی خبرهایی نو آوردید؟ از روزی که اسد مخصوم گریخت و بیخ و ریشه فتنه و فساد نظام الدین و طرفدارانش به تزلزل آمد و خود را خیلی باخته بود. اکنون از هر کس شبهه می کردگی، از هر کس می رمیدگی، خیلی احتیاطکار، خیلی ترسو شده مانده بود. گاه خود به خود نشسته فکر می کرد و می گفت ای ساده نادان، به تو چی ضرورت داشت که به این فتنه و فسادها همراهی کنی، جانت به خطر اندازی، دردی سر و غوغای بسیاری را خریده گیری؟ مگر آبروی و مرتبه نداری؟ مگر پول و دولت نداری؟ مگر یگان چیزت نمی رسد که با آتش بازی می کنی؟ اسد مخصوم آدمی جنگجوی، آدمی غیور و بیباک است که این کارها به وی می زیبد و برعکس بی این تشویش ها زندگی به وی حرام است. اما به تو چی؟ این را می گفت و خود را سرزنش می کرد، عذابی وجدانی می کشید، ولی باز تحمل کرده باوری حاصل می کرد که این همه دولت، این همه آبروی، این همه کلانی وی از همین فتنه و فسادها آمده است. اگر وی من دانایی نمی کرد، اگر وی به خدمت این گروهی فتنه‌کاران داخل نمی شد، حالا جایش نهایت سرداری میلیتسیای ریانی بود. وی هم معلوم نی، شاید میلیتسیانری قطاری می شد و بس. بعد روزهای اول امید و آرزوهای کلان خیلی نزدیک می تافتند. خیر، حاضر هم کار تمام از دست نرفته است. مادامی که یاران در سری کارند، به وی آسیب نمی رسد. فقط دانسته کار کردن لازم. اسد مخصوم، ابراهیمی لقای، باز دیگران از بیرون و انا این گروهی خونخورها از درون استاده کار کنند، همه بلشویک ها را در یک ماه زدن نیست و نابود کردن ممکن بود. بعد نصیب باشد در دولتخانه نو منصبی از این هم کلانتر را گرفته به مقصد می رسد. حالا کار کردن لازم که این گروهی غلامجان و داماد خواجه نترسیده به کار سر کنند. وظیفه نظام الدین در این ماجراها مردم را به همدیگر روبرو کردن، کشکش دادن، تیزانده و برانگیختن است. خوشبخت آن عاقلی که دو خصم را به هم جنگ انداخته از بین لقمه روغنی را خودش رباید.
خبرهای نو و خبرهای خرسنده آور هست؟ گفت وی دقت اهل صحبت را به خود جلب کرده. من از جای تعیین فهمیدم که به کار ما از دولت‌های خارجی دست یاری دراز می شود. این معلوم، گفت محمد ولی که با سفارتخانه دولت خارجی رفت و آمد داشت. دولت ما به حکومت بخارا دست یاری دراز می کند تا که روس‌ها از اینجا خارج شوند. بله، گفت نظام الدین، لیکن یاری عملی دیگر از طرف دولت‌های کلانتر اروپا فرستاده می شود. انگلیا، گرمانیا، ترکیه بر این دولت‌ها نمی خواهند که بخارا زیر دستی بلشویکان و روسان باشد. قرار شده است که انور پاشا به بخارا آمده به جهات مردم بخارا سرداری کند. چی؟ انور پاشا؟ گویان اهل صحبت به پرسش در آمدند. این کدام انور باشد؟ گفتمان داماد امیر. نظام الدین به دلش خندید. داماد امیر شده ایستادن نمی داند که انور پاشا کیست. براستی پیشتر این مردم بغیر از عیش و عشرت و تنپروری دیگر چیزی را نمی دانستند. در جهان چه ها شده ایستاده است؟ کدام دولت با کدام دولت می جنگد؟ در کدام دولت انقلاب شد؟ کدام خلق پادشاهش را گرفته پرتافت؟ کدام خلق جمهوریت ساخت؟ برای اینها اهمیت نداشت. جهان آن طرف استاد، در بیرون شهر بخارا چی ماجراها می شود به پروای آنها نمی آمد. این کدام انور بوده است؟ خودت چند تا انوری مشهور را می دانی؟ انور پاشا قهرمان جنگ جهان، فاتح میدان، سرلشکری ترکیه و گرمان را از کجا دانند؟ انور پاشا داماد خلیفه اسلام، داماد خلیفه روم، سرلشکری دولت ترکیه، گفت نظام الدین وجاهت عالمانه به خود گرفته. در جنگ جهان قهرمان درجه یکم بود. من صورتش را در گزیده ترجمان دیده بودم. از چشمانش آتش میبارد، از سیمایش نور. اگر نصیبه شود و انور پاشا به بخارا بیاید، کاری کلان می شود. چی کاری کلان می شود؟ پرسید داماد خواجه ساده نظام الدین را در حیرت گذاشته. آمدن یک انور جنجال ما را حل کرده نمی تواند. انور آمدن کتی با خودش لشکر بیارد، توپ و توپخانه بیارد، ایرپلان و پولیمیات بیارد، آن وقت در حقیقت کاری کلان می شود. می شود. همه ی گفته های شما می شود، گفت خودباورانه نظام الدین. لیکن مانید که من گپم را تمام کنم. خدا که گفتم دادش را هم گویم. مرحمت مرحمت. шунавандагони азиз, ҳоло гуфтори панҷумро аз рӯи рамани тахтивожгуни нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хуҷамқул шунидед. коргардон шералии нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.